واقعا من یه توصیه‌ای دارم. صورتت خیال میکنی گنجشگاه ریدن رو کاپوت ماشین. من نمیدونم اونایی که میدید 10 دست لباس میگیرید، بدجوری ضرر میکنی اگه توصیه های استاد گوش ندی. لباس 500,000 تومانی. صورتت خیال میکنی آهن روای افتاده کف تعمیرگاه. به جای لباس 500,000 تومانی 10 دست 3 دست لباس بگیرید. یعنی صورتت عین یخچالا قدیمی هر چی رسیدن چسباندن روش. شما به یک مهمانی نامبر 1 دعوت شدید. این صورت یا جاسوزنی؟ نه، اون بوی عطر شما اونا رو جذب میکنه. شما پروفسورم که باشید ساده برید و بگید من پروفسورم، به من احترام میذارن. نه اصلا. روز صورتت میشه مسابقات سنگ نوردی برگزار کنی.